حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب خیلی خوشحالیم که امروز مباحثه ما تقارن پیدا کرد با میلاد سراسر نور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به همین مناسبت این روز را روز دختر هم نامیدن. ما ولادت با سعادت این بانوی مکرمه را گرامی می‌داریم و به محضر وجود قدسی حضرت حجت سلام الله علیه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و برای همه دختران جهان اسلام اعم از شیعه و سنی آرزو می‌کنیم که با اقتدای به این بانوی با کرامت دختران مسلمان ما هم مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خوب بدرخشند، هم برای خود، هم برای پدر و مادر و هم برای دین خودشون زینت باشن انشاءالله. من یه دو سه کلمه در رابطه با بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام عرض کنیم. اولین نکته این است که در برای شرافت و عظمت این بانو همینقدر بس که هنوز متولد نشده بود، جد بزرگوارشون حضرت صادق سلام الله علیه درباره عظمت این بانو سخن گفت. این روایت این است که ان لنا حرما و هو بلدة قم، برای ما اهل بیت حرمی است و نامش قم است و ستدفن فیها امرأة من اولادی، به زودی فرزندی از فرزندانم در این سرزمین مدفون می‌گردد. تسمى فاطمه، نام مبارک این دختر من هم نام مادرمان زهرا فاطمه هست. مهم اینجاست فمن زارها وجبت له الجنه، کسی که موفق به زیارت دخترم فاطمه بشود بهش بر او واجب می شود. در این حدیث شریف اولین نکته که استفاده می شود این است که شهر قم را امام صادق به عنوان حرم اهل بیت تصریح دارد. ان لنا حرما و هو بلدة قم. نکته دیگر این است که عظمت این شهر که به عنوان حرم اهل بیت شده به خاطر اینکه مدفن دختری از فرزندان امام صادق است. و نکته سوم اینه که در رابطه با عظمت این بانوی با کرامت این است که زائرش با توفیق زیارت قبر حضرت معصومه اهل بهشت خواهد شد. این یه نکته. نکته دوم این است که این بانوی بزرگوار همانند جدهشون حضرت زهرا مزین شدن و عظمت پیدا کردن به این فرموده پدر بزرگوارشون، همان گونه که پیامبر بارها در حق حضرت زهرا فرمود فداها ابوها. عین همین جمله رو موسی بن جعفر سلام الله علیه در حق حضرت فاطمه معصومه فرمود فداها ابوها. عزیزان، این یک تعارف نیست، این یک ابراز محبت
پدر نسبت به دختر نیست، بلکه دلالت میکند بر جایگاه رفیع حضرت معصومه که به جایی رسیده است که یک امام معصوم حاضر است جانش رو فدای او بکند. بله؟ یعنی حضرت نمیخواست یه حرف عاطفی همراه با محبت بزنه، همانطوری که پیغمبر حرف از روی هوا و هوس نمیزند، امام معصوم هم معصوم است، از روی هوا و هوس نمیزند. خب حضرت موسی بن جعفر فرزندان دیگری هم داشت، اما در حق دیگر دختران خودش این جمله رو نفرموده است. این دلیل بر جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. فداها ابوها، این میرساند که انسان در وادی سیر و سلوک و بندگی خدا میتونه به جایی برسد که امام معصوم حاضر است خودش را فدای او بکند. همان گونی که حضرت سید الشهدا هم نسبت به آقا ابوالفضل میفرماد که به نفسی انت، جان من حسین به فدای تو باد. بله، اینها دلیل بر رفعت مقام طرف مقابل می باشد. اینم نکته دوم. نکته سوم، این بانو نه تنها محبوب جد بوده است، نه تنها محبوب پدر بوده است، که محبوب برادر هم بوده است. امام رضا سلام الله علیه در یک روایت مختصر ولی بلند یک جمله‌ای دارد، فرمود من زار المعصوم بقم کمن زارنی. الله اکبر. من زار المعصوم بقم کمن زارنی. اولا یه نکته از این روایت استفاده میشه، تصدیق به اسمت حضرت معصومه است، با اینکه نام شریفش فاطمه هست، اما امام رضا علیه السلام اینجا لقب اون حضرت رو میاره، من زار المعصومه. پس معلومه که این بیبی از اسمت صغرا برخوردار بوده است. این نکته. نکته دوم میفرماید که زیارت خواهرم حضرت معصومه مثل این که کسی بیاد من امام رضا رو زیارت بکنه، یعنی همان فضیلت و ثوابی که در زیارت من امام رضا هست، بله، در زیارت خواهرم حضرت معصومه هم وجود دارد. نکته چهارم، این بانو علاوه بر این که محبوب جد و پدر و برادر هست، محبوب برادرزاده هست. به این تعبیر از بکنم، نوه خوب برای جد، دختری خوب برای پدر، خواهری محبوب برای برادر، عمه‌ای محبوب برای برادرزاده. بله، امام جواد سلام الله علیه میفرماد من زار قبر عمتی بقم فله الجنه. این کلمه عمتی نشانه عشق والای امام جواد، بله، به حضرت فاطمه معصومه است. شما گاهی اوقات میاد اسم طرف رو میبرید، اما گاهی اوقات نه، خیلی دارید، بله، این محبت خودتون رو عاشقانه ابراز میکنید. میگه من یک عمه جانی دارم که ایشون در قومه، من زار عمتی به قوم فله الجنه. نکته پنجم این است که در میان حضرات امامزاده های واجب التعظیمی که ما داریم، چند تا امامزاده هست که زیارتنامه‌شون از طرف معصوم انشاء شده است، که این خود دلیل بر
عظمت اون امامزاده بزرگوار است، حضرت ابوالفضل العباس و از جمله حضرت فاطمه معصومه. بنابر نظر مشهور زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه توسط برادرش امام رضا سلام الله علیه انشا شده است که چجوری وارد بشیم. اول باید تکبیر بگید، بعد تسبیح بگید، بعد تحمید انجام بدید، اونگاه سلام بر انبیا بدید به صورت غیاب، به پیغمبر و اهل بیت که میرسید از غیاب میرسید به خطاب. اول میگه السلام علی آدم صفوت الله، بعد که میرسید به پیغمبر السلام علیک یا رسول الله. این همونی که امام میفرماد که ما حرممون اینجاست، یعنی گویا پیامبر و اهل بیت در این حرم حضور دارن. شما دارید به شخص پیغمبر تا به امام زمان سلام میکنید. بله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، به خود حضرتی میرسید خطاب میکنید. تو این زیارتنامه‌ای که امام رضا بله انشا فرمودد یک جمله دارد، فإن لک عند الله شأنا من الشأن. کی داره این جمله رو میگه؟ امام رضا. فإن لک عند الله شأنا من الشأن. بعد وقتی زائر این زیارتنامه رو میفهمد آخراش به یک اوج میرسد، میگه خدایا من به یک اوج معنوی رسیدم، از تو میخوام و ان لا تسلب من ما انا فی. خدایا در اون حالتی که هستم این حالت رو از من نگیر، یعنی در بهترین حالت هستم، این بهترین حالت رو از ما نگیر. و آخرین نکته اینی که امام رضا مقام شفاعت حضرت معصومه رو تصریح کرده است. یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. بی جهت نیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو حالاتش داریم یک ماه رمضان موقع افطار می اومد بعد از نماز، اول این دو لبش را به ذریح حضرت معصومه علیها السلام میزد، بعد میرفت منزل افطار میکرد و اول باید افطار معنوی رو انجام بدم بعد افطار مادی رو. بی جهت نیست که آیت الله العظمی مرعشی نجفی میگه افتخار میری که 60 سال اولین زائر حضرت معصومه من بودم. بله، و همه بزرگان ما واقعا خودشون رو مدیون لطف و کرم حضرت معصومه سلام الله علیه و افتخار حضرت امام رحمت الله علیه است که جرقه نهضت جمهوری اسلامی هم از این شهر بانوی کرامت زده شده است. و تو روایت هم داریم که به زودی علم از این شهر قم به همه اطراف عالم به برکت همین بانوی با کرامت است. هرچند من اهل خوندن شعر نیستم، ولی چون روز با کرامت است این چند بیت رو خوب عنایت کنید. به جان پاک تو ای دختر امام سلام، به جان پاک تو ای دختر امام سلام، به هر زمان و مکان به هر مقام سلام. تویی که شاه خراسان بود برادر تو، بران مقام رفیع و بر این مقام سلام. بانو مشعر عفاف را تو شاه بیتی. خوب عنایت کنید. مشعر عفاف را تو شاه بیتی،
فاطمه دوم اهل بیتی، سفره اطعام کرامت تویی. نمیگیم حضرت معصومه کریمه اهل بیت است. سفره اطعام کرامت تویی، شفیعه روز قیامت تویی. جهت شادی روح اطهر این بانوی بالا مقام، همه با هم صلواتی اللهم صل علی محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم به مباحثه خودمون و آن این است که عرض شد که بعضی از بزرگان از این که اجتهاد رو به ملکه تعریف کنن گریز داشتن و اجتهاد رو به ملکه تعریف نکردن، مثل مرحوم آقای خویی و دیگران. دیروز 2 وجه رو ذکر کردیم. وجه اول این بود است که اجتهاد یک کار بالفعل، ملکه یک امر بالقوه هست. تعریف اجتهاد به ملکه تعریف مباین و مباین است. تعریف مباین به مباین هم گفتیم صحیح نیست، پس تعریف اجتهاد به ملکه هم درست نمی باشد. این یک اشکال بود. اشکال دوم رو اینجور عرض کردیم که مشتقات ظهور در چی دارن؟ فعلیت دارن، ولی ملکه مربوط به چیه؟ قوه هست. پس اگر ما اجتهاد را به معنای بذل الجهد بگیریم، مصدر را در همون معنای خودش استعمال کردیم. اما اگر به معنای ملکه بگیریم، بله، مصدر را در معنای خودش تعریف نکردیم. دیروز 2 مقدمه را عرض کردیم. گفتیم با توجه به این 2 مقدمه میشه یه پاسخ به این 2 اشکال بدیم. یه مقدمه این بود که فرق است بین مصدر و اسم مصدر. نکته دومی هم که جلسه گذشته عرض کردیم این بود است که مشتقات، بله، مشتقات که دارای مبنا و هیئت هستند 2 نوع چی دارن؟ بفرمایید. 2 نوع استعمال دارن. گاهی اوقات به اعتبار فعلیت می باشد، مثل کلمه ضارب را گفتیم، مثل کلمه شاربون، مثل کلمه آکلون. اما برخی مشتقات داریم که اینها نه، گاهی اوقات میتونن به نحو فعلیت باشن، گاهی اوقات میتونه به نحو بفرمایید قوه بوده باشه. مثال زدیم مثل کلمه نجار، مثل کلمه در. حالا با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم، پاسخ از اشکال اول. اشکال اول چی بود آقای حمیدی؟ گفت اگر ما اجتهاد را به ملکه تعریف کنیم، تعریف مباین به مباین است. اینو یادداشت بفرمایید تا من جواب را بنویسید تا توضیح بدم. کلمه مجتهد 2 اطلاق و استعمال می تواند داشته باشد. 1، گاهی مبدأ در کلمه مجتهدون
به معنای فعلیت اخذ می شود. مجتهد یعنی کسی که همین الان مشغول تحصیل حجت شرعی هست. پس مبدأ به نحو فعلیت اخذ میشه. دو، گاهی مبدأ به عنوان ملکه و قوه در کلمه مجتهدون اخذ می شود. فلان مجتهدون یعنی کسی که قوه اجتهاد و استنباط را دارد. حال سؤالمون از این بزرگواران آن است که اگر مشتقی قابلیت قوه فعلیت را داشته باشد، بله، قابلیت قوه و فعلیت را داشته باشد، چرا استعمال مشتق به لحاظ قوه تعریف مباین به مباین باشد؟ بله، اگه نوشتید آن توضیح میخوام بدم. به این بعضی از مشتقات هستن که فقط قابلیت فعلیت را دارن، بله، قابلیت به فعل داره، مثل ضارب کسی که الان مشغول ضرب باشه، شاربان الان مشغول شرب باشه. اما دیروز از کردیم برخی مشتقات هستن که مبدأ اونها ظرفیت دو حالت داره، هم قابلیت فعلیت رو داره، هم قابلیت قوه و ملکه رو داره. دیروز مثال زدیم، آیا به کسی ما میگیم طبیب زمان این طبیب صادق است که مشغول طبابت باشه؟ بله. اما اگه مشغول طبابت نباشد، بله، آیا طبیب بر او صادق است یا نیست؟ صادقه. پس هم کسی که من اشتغل به طبابه فهو طبیبون، و هم به کسی که در منزل است و خواب است صدق له طبیب، بله، طبابت بر او صادق میباشد. درست شده؟ خب ما از این حضرات سوال میکنیم آیا مجتهدون، بله، این تاب و قابلیت رو دارد یا ندارد؟ بله، هم قابلیت قوه را دارد که ملکه باشد، هم قابلیت فعلیت دارد. هم کسی که مشغول به دست آوردن حکم شرعی است از روی ادله صدق انه مجتهد، و هم اون کسی که توان را دارد ولی هنوز فتوایی از او صادر ندارد، بازم صدق انه مجتهدون. پس اگر ما اجتهاد را به ملکه تعریف بکنیم، تعریف مباین به مباین نیست. بله، تعریف مباین به مباین جایز که اون مشتق فقط مبدأش منحصر باشد به فعلیت. این اگر بخواد به قوه تعریف کنیم، تعریف مباین به مباینه. اما اگر مشتقی که قابلیت هر دو رو داشته باشه، تعریف مباین به مباین نیست. پس با این بیان اشکال اول پاسخ داده میشه.
یادداشت بفرمایید. اما جواب اشکال دوم که فرمایش مرحوم آقا ضیاء عراقی رضوان الله تعالی علیه باشد. خب ایشون فرمودن که مبدأها بله ظهور در فعلیت دارن. مبدأها ظهور در فعلیت دارن. اگر مبدأ را در قوه استعمال بکنیم خلاف چیه؟ ظاهر می باشد و جایز نیست. این خلاصه فرمایش ایشون. یادداشت بفرمایید جواب چیه؟ عرض ما این است که به چه دلیل می‌فرمایید مبدأها فقط ظهور در فعلیت دارد؟ مد دلیل علی ذالک. چه دلیلی بر این انحصار دارید که مبدأ در مشتقات ظهور در فعلیت دارد؟ و حال که ما گفتیم برخی از مبادی، این نکته مهمه، و حال که ما گفتیم برخی از مبادی از همون اول قابلیت قوه و فعلیت رو دارن. درست شد؟ شما به چه دلیل میگید که نه مبادی فقط ظهور در چی دارن؟ فعلیت دارن. نه، ما ثابت کردیم که مبادی علی قسمین. بله برخی مبادی حرف شما درسته، اما برخی مبادی اینجور نیست که فقط ظهور در فعلیت داشته باشه. نه، از همون ابتدا این قابلیت را دارد هم در فعلیت استعمال بشه و هم در قوه. و اتفاقا کلمه اجتهاد و مجتهد از این قبیله. کلمه اجتهاد و مجتهد بفرمایید از این قبیل می باشد. خب یه تذکر یادداشت بفرمایید. اگر یادتون باشه عرض کردیم که مرحوم آقای خویی خدمتتون عرض کنم که اجتهاد رو تعبیر کرد به بذل الجهد لتحصیل الحجه. شاگردش مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه اشکال کرد و اگر بگیم این تعریف مانع اغیار نیست، شامل تقلیدم می شود. لذا این کلمه تفصیلیه را آورد، گفت بگیم که اجتهاد بذل الجهد لتحصیل الحجه تفصیلیه. مقلد دنبال حجت اجمالی است، اما اونی که دنبال حجت تفصیلی است فقط مجتهده. حالا یه یادداشت بفرمایید. من نوشتم تذکر. مرحوم آقای تبریزی در کتاب دروس فی علم الاصول جلد 5 صفحه 124 با این که اجتهاد را بذل الجهد لتحصیل الحجت تفصیلیه تعریف می کند، بعد از چند سطر چنین می فرماید. اینو خوب دقت کنید. ایشون می فرماید که اجتهاد را با چی معنی کنیم؟ بذل الجهد لتحصیل الحجت تفصیلیه. نباید اجتهاد را به ملکه تعریف کنید. حالا خودش اینجوری فرماید. یادداشت بفرمایید. میفرماید من له ملکت الاجتهاد، من له ملکت الاجتهاد هل یتعین علیه الاجتهاد الفعلی ام لا؟
عنایت کنید. اینا اصرار داشتن که اجتهاد را به بذل جهد معنا کنیم، چون این میتونه دارای آثار شرعی باشد. اما اگر اجتهاد رو به ملکه بگیریم، ملکه موضوع برای حکم شرعی و اثر شرعی نمیشود. ادامه بدید. سوال ما این است که شما که برای اجتهاد به معنای ملکه اثر شرعی مترتب کردی، چه اثر شرعی مترتب کرده؟ گفت کسی که دارای ملکه اجتهاد است، آیا اجتهاد بالفعل بر او واجب است یا اجتهاد بالفعل بر او واجب نیست؟ آیا تحصیل الحجه بر او واجب است؟ بر کی؟ کسی که دارای ملکه اجتهاد است. الان دارد برای ملکه اجتهاد اثر شرعی بار می کند. آیا اجتهاد بالفعل بر این کسی که ملکه اجتهاد دارد واجب است یا واجب نیست؟ شما که دارید برای ملکه اثر شرعی مترتب می کنید، پس چرا ملکه را در تعریف اجتهاد عکس نمی کنید؟ شما همیشه بله حرف جدیتون بود که چرا اجتهاد ملکه نباشه؟ گفت ملکه موضوع برای آثار شرعی نمیشه. اونی که اثر شرعی داره چه؟ بذل جهد، اجتهاد بالفعل، نه اجتهاد به معنای قوه و ملکه. و حالی که الان خودتون دارید میگی من له ملکت الاجتهاد هل یتعین علیه الاجتهاد الفعلی ام؟ هل یتعین یعنی چه؟ یعنی هل یجب علیه الاجتهاد او لا؟ هل یجب او لا اثر شرعی است یا نیست؟ اثر شرعی داره بر کی بار میکنید؟ بر اجتهاد به معنای بفرمایید ملکه. همین سؤال از مرحوم آقای تبریزی از مرحوم آقا ضیای عراقی در نهایت الافکار جلد 4 هم تطبیق می شود. خب ایشون هم خدمتتون عرض کنیم که میان یادداشت کنید، میآیند اجتهاد را بر 2 قسم تقسیم می کند. مرحومی که آقا ضیای عراقی میگن اجتهاد یا مطلق است یا تجزی. آنگاه میفرماید کسی که مجتهد مطلق است 2 قسم می شود. گاهی فرد ملکه‌ای دارد که قدرت بر استنباط همه احکام را دارد و این را عملی می کند، و گاهی چنین بفرمایید نمی کند. کی این کار انجام نمیده؟ بله مجتهد مطلقی که دارای ملکه اجتهاد است. گاهی اوقات این رو به فعلیت میرساند، گاهی اوقات این رو به فعلیت نمیرساند. خب عرض ما اینه که اگر شما در تعریف اجتهاد گفتیم ملکه عکس نمیشه، پس چرا در ادامه میایید مجتهد رو بفرمایید؟ میگه مجتهدی که دارای ملکه اجتهاد است، این یا این ملکه را به مرحله فعلیت میرساند یا به مرحله فعلیت نمیرساند. درست شده؟ پس بنابراین این بزرگوارایی که در تعریف اجتهاد از آوردن قید ملکه پرهیز میکردن، اما در لابلای کلامشون عملا رفتن بر این که نه، میشه بگیم اجتهاد چیه؟ ملکه میباشد. این خلاصه
فرمایش این بزرگوارها. اما دیروز عرض کردیم تعریفی که می شود او را انتخاب بکنیم و از او هم دفاع بکنیم این تعریفه. یادداشت بفرمایید. ترکیبی باشه. الاجتهاد ملکتون یمکن استخدامها فی اقامت الحجت التفصیلیه حجت التفصیلیه علی الحکم الشرعی او الوظیفة العملیه. به ترکیبی چی گفتیم؟ هم ملکه اومده، هم حجت تفصیلیه. منتها اولش گفتیم ملکتون، اجتهاد چیه؟ ملکه است، اون کیف نفسانیه، اون توانمندیه. منتها این توانمندی دو جوره. یمکن استخدامها، ممکن است این ملکه را استخدام بکنیم، به کار بگیریم در چی؟ فی اقامت الحجه علی الحکم شرعیه او الوظیفة العملیه. و ممکن است کسی ملکه اجتهاد داشته باشه اما این رو به کار نبره. شما الان میگید که در فلان شهر مثلا اخیراً میگه در قم بالای 300 تا درس خارج میگن، یعنی کسی که میاد کار شروع میکنه یعنی خودش چی میدونه؟ مجتهد میدونه. اما صاحب فتوا هم هستن؟ نه. پس قوه و ملکه اجتهاد را دارد. یمکن استخدامها، که اگه یادتون باشه گفتیم یک مجتهد داریم، یک فقیه داریم. فقیه اون کسی است که اون ملکه را به فعلیت رسونده، فتوا را صادر کرده، به اون ما میگیم فقیه. ممکن هم هست که این ملکه را به مرحله ظهور و بروز نرساند. بله، یعنی مجتهد هست ولی فقیه نبوده باشد. اینم تعریف. یادداشت بفرمایید. آیا در این مسئله ما تنها هستیم؟ نه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول مبحث اجتهاد و تقلید، همچنین در کتاب تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 587 اجتهاد را به ملکه و توان استنباط حکم شرعی تعریف کرده است. صاحب منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، مرحوم محمد جعفر جزائری، جلد 8 صفحه 376، ایشون هم اجتهاد رو به ملکه تعریف کردن. میفرماد که ملکتون راسختون یقتدر بها علی ارجاع الفروع الی الاصول. آیا ستقی اجتهاد گفت چیه؟ ملکه راسخه است، ملکه است که در جان آدم رسوخ کرده، ثابت شده است. یقتدر بها، که شخص قدرت پیدا می کند به سبب این ملکه راسخه ارجاع بده فروع را به اصول.
و دیگرانی که اومدن اجتهاد رو به ملکه تعریف کردن. هذه تمام الکلام در مسئله تعریف اجتهاد. اما یک نکته رو من میخوام در پایان عرض بکنم و آن این است که آیا در اجتهاد به نام ملکه قدسیت شرطه یا قدسیت شرط نیست؟ میگه این ملکه نفسانی یک ملکه چی باشه؟ قدسی و معنوی باید باشه، نه یک ملکه شیطانی. پس سوال چی مطرح میکنیم؟ آیا در تعریف اجتهاد به ملکه قدسی بودن ملکه هم شرط است یا قدسی بودن ملکه شرط؟ بفرمایید نمی باشد. دو قول در مسئله هست عزیزان. این دقیق شدن تو مسائل، دقت کردین؟ اشراف بر اقوال خیلی آدم رو کمک میکنه که نظری که میخواد انتخاب بکنه یک نظر دقیق و صائبی باشه. ما الان تعریفی که کردیم گفتیم الاجتهادو، بفرمایید تعریفی که اشتراک کردیم ملکتون یمکن استخدامها فی اقامت الحجه. نگفتیم ملکتون قدسیه، کلمه قدسی رو نگفتیم. نگفتیم ملکه و این توان شما باید توانی چی باشه؟ قدسی باشد، ارزشمند باشد. اگر کسی توان علمی دارد اما خدای نخواسته عالم محذب و با تقوا نیست، او مجتهد نمی باشد. آیا قدسیت در ملکه قید است یا قید نیست؟ دو قول وجود داره. مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الاصول جلد 2 صفحه 101 معتقد است که ملکه اجتهاد قوه ایست قدسی که به هر کسی داده نمی شود، فقط پاکان و مؤمنان می توانند بر آن دست یابند. یعنی از همون باب العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. آیا هر کی ملکه اجتهاد رو پیدا میکنه؟ ایشون میفرماد نخیر. بله، این یک ویژگی مقدسی است که فقط مؤمنان و آدمای پاک میتوانند بهش دست پیدا بکنن. اما آدمایی که از نظر تقوا ضعیف بوده باشند هیچ وقت به این ملکه قدسیه دست پیدا نمی کنند. این قول دوم آن است که قدسی بودن ملکه استنباط لازم نیست. به این معنا که هر کس مقدمات اجتهاد را به خوبی و به دقت فرا گرفته باشد به ملکه اجتهاد دست پیدا می کند، چه خصلت قدسی در او باشد چه در او نباشد. خب انشاءالله اگر خدا توفیق بده ما علوم مقدماتی اجتهاد رو میشماریم که چند تا علمه. خب اگر یک آدم نامقدسی این علوم مقدماتی رو به دقت بخواند آیا توان استنباط رو پیدا نمی کند؟
بله این قول دومی رو میتونه، بله مثل ریاضی، مثل طبابت و مثل چیزای دیگه. آیا نجار که میگیم نجاره یعنی باید صفت قدسی داشته باشه؟ قول دوم میگه نه. یادداشتو میخواد بفهمید به نظر میرسد که قول دوم صحیح باشد، یعنی قید قدسیت در ملکه شرط نیست. بله دلیل بفرمایید. وجود خارجی. ای چه بسا عالمی که توان استنباط حکم شرعی را داشته باشد اما این حالت قدسی درش وجود، راحت غیبت میکنه، تهمت میزنه، اما وقتی تو میدان علمی قرار میگیره دست دیگران از پشت میبنده. خیلی قوی‌تر از آدمای مقدس هم هستن. پس ما در اجتهاد ملک بودن رو گرفتیم اما مقید به قید قدسی بودن نکردیم. هذا تمام الکلام فی مقام الاول که تعریف اجتهاد بود. اگر خدا عمری مرحمت بفرماید جلسه آینده وارد مقام دوم از مقاماتی که در بحث اجتهاد باید به او بپردازیم خواهیم پرداخت ان شاء الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.